ندیدم هنوز. سلام علیکم. بریم شیرازگردی با حاله شیرازی که یه رگش هم شمالیه. بریم کچه کدوم؟ جامعه و که نمیدونم میتونیم بریم توی نه دیگه اینجا چه با آمد؟ روی ادویه ها خودمش چقدر خوشگل جات، خیلی بامزه است. شاید باورت نشه یه انزلی چی دیدم الان فروشگاه داره تو شهرمون. من دید اینجوری شد. آره به خدا خیلی جالب بود واسم. بریم یا نمیدونم چیه اونجا که وسطش پوز داره. ها بریم. من چقدر فکر کردم بستری خوش کن. چقدر زیبا. یه توی یکی از این آینه ها نگفتم سلام علیکم چطوری؟ یه توی یکی از این آینه ها عکس بگیریم. باید فیلم ها با تو عکس. چقدر قشنگن، خیلی خوشگله. به 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 لوکیشن عکاسی. یه دونه بغل اونا خوشگله. ببینم اینجا خوشگله، خیلی قشنگه. کجاست تقریبا؟ سرای فیل وسط بازار. یه حوض خیلی خوشگل هست این وسط، دورش هم گلکاری شده، خیلی خوشگله. این قسمت رو ببینید، خیلی بامزه است واقعا. در بهش وسط بازار وکیل واقعا یه چیز دیگه است. آره نه یکم پله هاش ناجوره. یا اول فاز خیلی پلهاش ناجوره. خب اومدم بالا که این نما رو بهتون نشون بدم. یه قلبم گرفته واقعا.
واو چقدر زیباست. سلام چطوری؟ خیلی زیباست. همه پرنده ها همراه وای اون برا نگاه چه اینو چه بامزه است. داشتم میگفتم شبیه لوسرای دوران یوزارسیفه. سلام علیکم. نمیدونی اینجوری بیا به نظر. اینجا هم یه گالری لباسه. حالا بریم توشه نریم. نمیدونم بعدش احتمالا ببرمش کریم خان یه بعدش بیام سن. بابا تو بلاگ میفته. آهنگ بذاره سمیتی کشید خودش آهنگ داشت. من به خاطر اون فیلم گرفتم. نه اوکیه. دیگرم بوده ششوارا دوباره تکرار کرد. دوباره تکرارش کرد. بچه اون دوتا خارجی هن. نگاه این دوتا خارجی نیست. پس کجایی از زبون شما فرق داشت؟ چه بامزه. چی بود؟ چی هست؟ که میزنی تو محاد وی آها بدار بچه ها بخور فقط برگرد ببینم. سلام. کریم خان زن سرسلسله خاندان زن نمیخواد اونا رو بخونی. میگه که ارگ کریم خانی از بزرگترین بناهای دوره زندیه است. مساحتش هم 12,800 متر مربع. خب دیگه دارین میخونید من دارم میخونم. خب بریم ببینیم داخلشو چی دیگه. هی تو داری تکرارش میکنی. اینجا نباید توش چیزی باشه آقا بی پاپی. آره به خاطر هم دارم میگم چرا ارگ آبش قطع شده که واقعا. کریم خان فقط از بیرون خوشگله متاسفانه. یادم رفته بود این نکته رو بگم. خلاصه که اینجا رو کریم خان زن بچه‌ها ساخته. همینش جذابه که یه روزی کریم خان اینجا رو ساخته و الان کیمی خان و حال خان ما داریم اینجا قدم میزنیم. اینجا مال کریم خان زند بوده. چرا؟ ترکی میگرفتم مثل پروفایلم میتونستم تا 120 سال استفاده کنم. خب چرا نگرفتی؟ سورم اومد از اون 360 تومن که واسه گیره دادم خودم داشتم بیزون. خب خیلی خوشگله. هنوز من به اینجا خیلی زیباست. این قسمت از ارگ چه میگم؟ تحلیل بررسی جلسه تحلیل. خب سلامتی خانم راننده صلوات اللهم صل علی محمد.
محمد و آل محمد. منزل عشق کاش میگوید که مادر به که طالع دادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. ای خوشا دولت پاینده این بنده عشق که همه عمر بود بر سر او فر همای، خشت زیر سر و بر تار کف اختر و پای. وای من خیلی دارم این صحنه رو دوست می‌دارم. آقا من دارم بغضی میشم. خیلی دوست داشتم بیام. ای خدا. ز کنار تو جوان برخیزم، خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات، خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات، که چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم. نیتی که تو دلتون نیت کن، نیت هم پاکی. یه دونه بزن سارا. آری کرد یه دونه. مرسی خیلی ممنونم. شاهدشه دوم جواب میشه. مرسی خیلی ممنونم. سارا برام گرفت. که خدا
الان که داره عکس میگیره به نظر نمیاد، ولی این رو خوب تشخیص داد. اما با ما این فالوده شیرازی بخوریم. من به زبان گیلکی که ولاگ گیرم حالا آورده ما رو بهمون فالوده بده. بله، همطور که خانم شهپری اشاره کردن اینجا خب بازسازی شده، اما خیلی جالبه که به هر حال این بنا و اینجا مال 700 سال پیش بوده. جالب نیست انصافا؟ این که من 700 سال بعد فرصت میکنم که روش قدم بزنم با مزه است. پر باغه تا اینجا که من متوجه شدم تا این 24 ساعت. هنوز یه دونه شدیدی. آره با قفابا چه خوشگله. تو رو خدا اینجا یک عکس از من بگیر، حتی اگه تاریکه. باشه خیلی زیباست. تو تصویر نگاه کن. خب اینم من و حالا در پشت صحنه تمام ویدیوهایی که دارید میبینید. خیلی قشنگه، حتی شبش هم با صفاست. دیگه تاریک. بیا یک کافه میرزا باستانی بخوریم. از گرداب و اردشیر و بیا.
وای اینا رو فورانی سرسوتون تخت جمشید یه چیزی برات بگیم بعد ما پوست آبزیانی همچون پیسه چون پوست سرده مثل صفانه و بعد میدونم زیبتشون میدم که شاینش مالیش میشش براق شفاف خشم گوش رو ببینید گوش گرفته داره میبردش وقتی گرفته چجوری انگوشش خشم این قسمتی که انگوش تو خشم رفته خشم برجسته شده میخواد نشون بده که این دفعه و گرفتتش داره میکشتش گوش یا گوسفند حیوان دیگه معمولا باید بکشش خودش ببرش تو آغون یه هم نگاه کن گرفتتش داره میشه میبردش برای همین قسمت بقیه چرا؟ آره من نگاه کن من فرض کنم سنگینه لبا بزرده رسیدیم به روز آخر در شیراز. اومدیم بریم مسجد نصیرالملک. گفتن تا ساعت 1 نمیشه تعطیله. بعد الان میخوایم بریم سمت یه کارگاهی که اگه حال منو گم نکنه که حالا توی یه ولاگی جداگانه کلا براتون داستان اون کارگاه رو توضیح میدم. بعد اینکه دیگه یه سرم که رفتیم بازار وکیل. آقا میوه خشک اینجا خیلی ارزونه. خونه کی هست؟ بعد دیگه ما چادر برداشتیم واسه مسجد. اصلا وضع عجیبی. حالا اشکال نداره. الان میریم کارگاه. کم داستان اونجا متفاوته. بچه کوچه هاشو ببینیم. ببین الان اون تو باز راه داره. میبینی؟ وای چقدر زیباست. وای چه بامزه است. اینجا رو باشه چرا برای اون